سلام بچه ها، خوش اومدین به یه ولاگ دیگه و به کانال یوتیوب من. این ویدیو تقریبا سومین ولاگ هفتگی منه و دیگه خب از این به بعد همینطوری میخوام این ولاگای هفتگی و حتی روزانه رو براتون درست کنم. اگه منو تا حالا سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب کنین که کلی به هم انگیزه میده. امروز من دارم میرم که حاضر شم بریم مال زورلو با یکی از دوستام. حالا از اونجایی که این دوبای چاکلت خیلی ترند شده، ترکیه هم اومده یه سری از برندهای اینجا که کار مثلا شکلات و اینا میکنن اومدن یه سری درست کردن و شبیهشو دیگه گفتیم امروز بریم هم یه سری کلکسیون برندها رو ببینیم. خب مال زورلو هم دیگه احتمالاً میدونی یکی از بهترین مالاست. یه دونه این شکلاته رو بگیریم امتحان کنیم، هرچند که مثل خودش نیست بکنم ولی خیلی تعریفش رو شنیدم. حالا بریم ببینیم. و یه سری هم من از یکی از برندهای ایرانی چند تا لباس خیلی خوشگل مهمونی و اینا برام فرستادن برای شب و پارتی و اینجور چیزا. گفتم که الان بهتون چند تاشو نشون بدم و قراره که یه ریل خیلی باحالم درست کنم تو اینستاگرامم. حالا آدرس اینستاگرامم هم میذارم برای کسایی که یه موقع من از تو یوتیوب دیدن که اگه دوست داشتین اونجا هم فالو کنین. و انقدر برندهای ایرانی خوب شدن همه که واقعا میتونن رقابت کنن با خیلی از برندهای خوب خارجی. حالا بریم یه چند تا از این کارا رو با هم ببینیم. خب اولیش رو میبینین یه درس کوتاهه، یه ذره شاین داره، براق و پارچش خیلی بامزه است، یه گل داره. بعد اینو من تو تن پوشیدم، خیلی خوشگل بود، یعنی خیلی برای مهمونی و مثلا دور همیایی که مالا یه ذره زیاده تعدادش، نه دور همی معمولی، خیلی خوشگله. با بوت و اینام باحال میشه. خب یکی از ترندهای امسال بچه‌ها نمیدونم میدونین یا نه، خیلی جزئیات و اکسسوری و مثلا دوباره مروارید و ایناست روی لباس ها که باز اینم یه درس کوتاه فرستادن برای من که مثلا فکر می‌کنم با پاشنه و اینا خیلی خوب بشه، رنگش هم خیلی شیکه. دیگه یکی دیگه هم هست سفیده، بذارین اونم بهتون نشون بدم. اینطوریه، اینم خیلی خوشگله، پاییناش کار دست این مدلی. بعد خودش هم از این نگینا و اینا داره. این هم مثلا برای یه جاهای خیلی خاص‌تری دیگه فکر می‌کنم خیلی خوشگل میشه، مثلا با پاشنه و یه گوشواره خیلی خوشگل. حالا خیلی چند تا کار دیگه هم برام فرستادن ولی برای اینکه خیلی کارهای بلند و درسای مدلی هم دارن. یه برند یعنی تو ایرانن، خیلی معروفن البته این مزون. و اینکه حالا من یه ریل مفصل درست میکنم و تو اینستاگرام میذارم. برم الان حاضر شم بریم زورلو. بعدش فردام دوباره مهمون دارم، قراره که یه نفر که پیدا کردم که پرسونال شف بیاد برامون غذا درست کنه و دیگه فردام به مهمونام برسم. تا حالا دیگه این هفته با من همراه باشین. دوبای چاکلت اینجا مدل ترکیش هست، یه برند ترک هندمیده که همه شکلاتاش دستسازه. حالا ما خریدیم که امتحان کنیم و ببینیم که چجوریه. مریم حتی آنباکسینگ این مدل ترکی دوبای چاکلت که همه میگن عین خودشن. مریم چیکار کنیم؟ رژیمیم ما مثلا. خب بچه ها این به نظر من خیلی یه ذره فرق داره با اینکه خیلی از دوستان خوردن میگن فرق نداره، ولی این دستش بیشتر تنافس چیه اوناش کمه. اونایی که من خب اونا شد میگذارم شنوشتر کناپه اونا این پستش خیلی زیاده، ولی اگه اومدین ترکیه دوبای چاکلت نتونستین پیدا کنین این خیلی شبیه شده. اسم لوکیشن این دارم میذارم.
کوکی دوست جدید موکا بچه بالاخره موکا دوست پیدا کرد. توش دیگه شبه خودشه. اینم کیانای خوشگل. ما همینطوری که تو زورلو داشتیم میگشتیم گفتیم که بیایم زارا رو هم ببینیم. کلکسیون جدید پاییزش واقعا هم خوب بود هم کیفیت‌هاش خوب بود. حالا در صورتی که همیشه کیفیت‌های زارا اونقدر خوب نیست و یه وقتایی نسبت به قیمتی که داره خیلی چیز نیستش، ولی این کلکسیونش خیلی خوبه. حالا بهتون نشون میدم سری خوشگلی که دیدم. نیوی بلو، آره یک رنگایی که امسال خیلی ترند شده. خیلی هاردری گولد خیلی یکی قهوه‌ای خیلی ترند شده، یکی برگندی هم خیلی آره ترند شده. زرشکی. کیانا یه لحظه این زرشکی رو میاری ببینیم. یه چیز بیسیکه که خود آدم باید بشینه با بلت یا مثلا با دقیقاً بیسیکه همیشه استفاده شو. که باید ولی خب استایلش کنن. دقیقاً باید استایلش کنم، ولی کاش که یکم تنگ‌ترم، یعنی خیلی گشاد بود. به نظرم بهترین راه برای خریدن آنلاین آره آنلاین هم خوبه، منتها من فکر میکنم بچه‌ها زارای زورلو و ایسینی پارک از همه زاراها بهتره. مثلا زارایی که تو اماره خیلی همیشه همه چی ندارن. سلام بچه ها، چطورین؟ امروز شنبه است. همونطور که دیرو بهتون گفتم قرار بود که من امروز مهمون داشته باشم، ولی از اونجایی که هنوز یه سری از وسایل خونم کامل نیست دیگه با مونا امروز قرار گذاشتیم بریم ایستینی پارک. اونجا یه مال خب خیلیاتون میشناسین دیگه، خوشگله و همه برندهای خیلی خوبو داره. یکی از برندهای خیلی مورد علاقه‌م هم اونجاست، وسایل خونش خیلی خوشگله. حالا میرم اونجا براتون لوکیشن میذارم دیگه. بابام هم یهویی از ایران اومد و گفتم هول نشه، بذارم مهمونا رو برای فردا. امروز بریم خریدای آخرم بکنیم تا فردا. حالا الان دیگه اومدم توی لابی منتظرم که یک چیزی قراره برام برسه، اونو تحویل بگیرم برم خونه حاضر شم و دیگه راه بیفتیم به سمت مال. و فردام که حالا 4-5 نفر بیشتر مهمون ندارم، تعداد کمه دیگه. بهتون گفتم یه پرسونال شف هم قراره بیاد، نمیدونم حالا میخواد چی درست کنه امشب معلوم میشه. بریم ببینیم چه خبره. امروز اومدم که یه سری وسایل خونه بگیرم. بعد این میکاسامور برند فیوریت منه، یعنی قشنگ مورد علاقمه به شدت و چیزاش فوق العاده است. ولی خب من امروز یه سری چیزایی میخوام که اینجوری، یعنی این مدل چیزا رو نمیخوام، اما گفتم بهتون اینجا رو نشون بدم. و اینجا واقعا زیباست، واقعا یعنی به نظر من اوله توی برندای که اینجا هست. من عاشق اینم، واقعا چیزاش خیلی خاصه. حتما اومدین اینجا رو سر بزنین. الان اومدیم با مونا بریم یه ست مثلا قابلمه و اینا من لازم دارم، چون که گاز این خونه جدیدی که هستم برقیه. بعد تمام اون چیزایی که داشتم چون اونجا گازش فرق داشت دیگه اصلا به اینجا نمیخوره. برای همین اومدیم که برند کاراجا چیزاش خیلی خوبه، یه نگاه کنیم. اینجا اسم اینام داره توی این برند میفروشم. خریدار کردیم و دیگه داریم میریم الان. حالا براتون لوکیشن این مغازه رو حتما میذارم که شما اومدید بخرید، چون که اینطوری بود که یه دونه میخریدی مثلا بعد یه دونه کادو میدادن رو بعضی از برندا. این برندی هم که من گرفتم همینطوری بود و خیلی عالی بود. بریم مانا. من در خرید صدف این دفعه 0 تا 100 نقش داشت.
سلام بچه ها، امیدوارم خوب باشین. تا اینجای بلاگ دوست داشته باشین بلاگ این هفته رو. امشب قراره که مونا بیاد دنبالم، با هم بریم یه رستوران خیلی معروف استانبول که حالا من خیلی هم میشناسنش، ولی گفتم که دوباره تو بلاگم جالبه که بذارمش و معرفیش کنم، هرچند که یه کوچولو سخته رفتنش، قبلا که سخت‌تر بود. اسمش لوکاه این رستوران توی ببک. خیلی داستان داره دیگه، مثلا حالا یه جوری مثلا همه اونجا معروفن و هنرپیشه بازیگر و یه داره این قروفرهای اینجوری داره. جاش خوشگله تو ببکه، ولی اونجوری مثلا چیزی نیستش، یعنی هست خیلی خوبه، ولی میخوام بگم یعنی در حد این مدلی که اصلا کسی رو قبول نمیکنه و اینا، حتما به آشنا داشته و خیلی داستان داره و اینا نیست. خلاصه ولی باحاله، جای قشنگیه، موزیک خوب داره، غذای خوب داره، آمبیانسش خیلی خوب. من دیگه حاضر شدم، این لباس هم های بست فرند پوشیدم، میکاپ هم کردم، آخرش هم این سپری فیکس شارلوت تیلبری رو زدم که خیلی خوب باعث میشه میکاپتون بمونه. بعد دیگه منتظرم که مونا بیاد و با هم بریم اونجا و اونجا براتون لایک میذارم و یه ذره فیلم میگیرم. سلام بچه ها، امروز یک شنبه است. من امروز مهمون دارم و جالب بهتون بگم که یه پرسونال شف خیلی عالی پیدا کردم که قراره که امروز بیاد و برام آشپزی کنه. غذاهای ایرانی قراره درست کنیم و فکر کنم خورشت بامیه جنوبی و یه لازانیایی که خیلی تعریف میکرد که خیلی متفاوته، یعنی لحاظ طعمش، وگرنه که خب لازانیا بیسش یکیه. قراره که درست کنیم و دیگه خیلی هیجان زدم، چون همیشه دوست داشتم که یه پرسونال شف خیلی خوب پیدا کنم برای مهمونی‌ها یا مثلا مراسمی که دارم، حالا چه اپیتایزر چه غذای اصلی، سالاد، دسر، همه چی رو مثلا درست کنه برام، تو هم شیک‌تره هم خیلی راحت‌تر، آدم میتونه مطمئن باشه که به کارهای خودش برسه و خیالش راحت باشه، همه چی خوب در میاد. دیگه همین، فکر کنم هیجان انگیز باشه. امروز بریم با هم یکم ببینیم که قراره چیکار کنه. یکم هم میزو چیدم، آخر سر حالا دوباره بهتون همه که چیدم فیلم میگیرم و دیگه جاتون خالی. منظورم این بود که از شیکتر، یعنی علاوه اینه که خب یه سری چیزا که مثلا همه ما بلد نیستیم، وقتی که یه شف این مدلی خب انقدر حرفه‌ای میاد دیگه، خیلی تنوع اون چیدمانش و دیزاینش و اینا خیلی متفاوته دیگه. البته من امروز خواستم که همه غذاها ایرانی باشن، فقط با یه سالاد سزار داریم با مرغ، بقیه غذاها ایرانیه. تعدادمون هم کمه، 5-6 نفریم، برای همین حالا سریای بعدی سعی میکنم که چیزای باحال‌تر باشه که بلاگم گرفتم براتون بذارم و دیگه همین. یه سس گوجه فرنگی زدیم که چی داشت توش؟ پیاز و هویج هم که توش داشتش با سیر. الان دیگه سسمون آماده است، یه ذره بهش رب و آب اضافه میکنم، سوسی کاملا آماده. بعد اینم یه دونه بشامل درست میکنم و شروع میکنم لازانیا رو بزنیم تو فر. سس بشامل داریم درست میکنم، مثلا شیرمون وانیلیه. چه جالب که اول سس بشامل رو زدی، بعد داری اینا رو میچینی، لازانیا ها رو. آره در حین چیز درست میشن تو فر. خدا آرمان دوست من این به بعد دیگه دوست بست برندمه، از این به بعد میخوام همش بهش زحمت بدم. چه زحمت، خیلی خوشحال میشم. قربونم.
به چه بویی واقعا. زیادیه. 3 تا پنیر میریختم من تو لازم. من 3 مدل میریختم. هم خوشمزه نمیکنه هم قرقاتی میشه. این قشنگ ایتالیایی شو. اینم بابام. تمر هندی رو هم سس کردیم ریختیم با بامیه. دیگه فکر کنم چند دقیقه دیگه حاضر. یه رو بمونه حاضر. برنجمون هم که داره آماده میشن. You acting so brand new, but I think that you are. اگه نمیخواین کاهون آره مرسی سالاد سزاره. اگه نمیخواین کاهون مثلا وقتی که درست میکنن زرد میشه باید با دست بمونید. بچه امروز عالی بودن. شمانیا داره میکنه همیشه کمک من میکنه چون حمیده هیچ کس رو قبول نداره. خودش همیزترینه دیگه. خلاصه همه چی خوب بود و داریم همیز کاری میکنیم. من دارم آب گرم. من درچه آب گرم. مانیا داره بلگ قبلی رجوع به بلگ قبلی. صبح همتون بخیر. امیدوارم خوب باشین. امروز دوشنبه است و قراره که افرا بیاد پیش من. افرا یه میکاپ آرتیست خیلی خوبه. تعریفش رو خیلی شنیدم. قراره امروز بیاد منو میکاپ کنه و همسرش هم یه ویدیوگرافر خیلی معروفه اینجا با خیلی از مثلا عروسی‌های خیلی خوب و ایشون همه رو کارهای ویدیو و عکسش رو انجام میده و خب میکاپ افرا هم میگم یه میکاپ شیک و ساده و مدل من هست اینجور که دیدم عکساش. حالا من امروز از صبح عکاسی داشتم برای یه برند دیگه باید میکاپ میکردم و حاضر میشدم تو خونه، یعنی خودم استوریاشو میگرفتم که دیگه الان باید برم پاک کنم و افرا بیاد یکم میکاپ کنیم ویدیو بگیریم و امیدوارم که خوب پیش بره. و من شب هم مهمون دارم. دوستام که قراره بیان خیلی صمیمی و نزدیکن. دیگه گفتم یه پیتزا درست کنم که حالا من این پیتزا رو یه بار تو استوریای اینستاگرامم درست کردم و واقعا خوشمزه است. با خمیر هزارلا میتونین، هزارلایه یا هزارلا همون درستش کنین و خیلی مواد ساده و کمی داره ولی فوق العاده خوشمزه است. حالا شب مهمونام بیان دوباره ویدیو میگیرم میذارم براتون اینجا. اگه خواستین یه موقع مثلا خیلی فوری یه چیز خیلی خوشمزه درست کنی خیلی پیشنهاد خوبیه. دیگه من برم میکاپم رو پاک کنم آماده شم که افرا بیاد. اینم سایه محبوب من، مخصوصا رنگای شاینش خیلی خوشگله. چه برندیه؟ برند پزمگرف. میخوایم یکم اسموکی کنیم برای من و با رژ لب نود. پایین نگاه کنیم.
خب تا اینجا که موهام درست شد، قرار بود که هر استایلیست افراجونم بیاد دیگه، نیومد، خودش برام زحمت کشید درست کرد. خیلی خوشگل شد. میکاپ هم خیلی خوشگله، تمیز. حالا چقدر معلومه توی ویدیو. الان دوباره داریم یه شاین خوشگل میزنیم پشت چشمم. خب ما یه مداد خیلی خوشگل قهوه‌ای کشیدیم، مو رو درست کردیم و خیلی میکاپ هم خوبه، خیلی خیلی زیاد. حالا براتون پیج افرا رو میذارم، عروسی دارین حتما بهش پیشنهاد میکنم که کارش رو ببینین. حالا نمیدونم چقدر تو ویدیوها اونقدری که الان خودم میبینم خوبه معلوم نیست. آره این خیلی خوب شد افرا، از اون ور ازم بگیر اگه میشه. حتما. شوهرشون هم همسرش آقای محمد آریان که اینجا خیلی معروفن، تمام عروسی ها رو تقریبا ایشون، عروسی های خیلی خوب و یکی از عکاسای خیلی معروفن، احتمالا خیلیاتون میشناسید دیگه. حالا امروز هم قراره ایشون هم بیان یه عکس و فیلمایی هم با ایشون بگیریم و دیگه ادامه ویدیو. بلند. مرسی که ولاگ این هفته رو دیدین، برام نظراتتون رو کامنت کنین. مرسی که سابسکرایب هم میکنین، خیلی بهم انگیزه و انرژی میده. لطفا اگه سابسکرایب نکردین سابسکرایب هم کنین که منم هی براتون تولید محتوا کنم، ویدیو بذارم و ادیتش خیلی واقعا زحمت داره، خسته کننده است و حالا من از کمک میگیرم همیشه برای ادیتش. به هر حال یه کاریه که آسون نیست و شما با سابسکرایب کردن و انرژی دادنتون خیلی باعث میشین که ماهایی که توی این فضای حالا یوتیوب یا اینستاگرام فعالیت میکنیم بیشتر انگیزه بگیریم. دوستتون دارم، مرسی، تا ولاگ بعدی، خدافظ.